اگر فکر می‌کنید بعد از یک سن مشخص قد بلندتر شدن غیر ممکن است، دوباره فکر کنید. چون این 5 تمرین ساده در هر سنی می‌توانند شما را قد بلندتر، قوی‌تر و با اعتماد به نفس‌تر نشان دهند. حقیقت این است که شاید الان کوتاه‌تر از چیزی باشید که باید باشید و تقصیر شما هم نیست. جاذبه، نشستن بد و سفتی عضلات دائما بدن شما را به سمت پایین می‌کشند. اما خبر خوب اینجاست. می توانید سریع آن را برعکس کنید و فقط در چند روز بلندتر بایستید. تمرین اول، والی انجل. پشتتان را صاف به دیوار بچسبانید. سر، شانه‌ها و باسن باید به دیوار بچسبد. حالا دستها را مثل زمانی که فرشته برفی می‌کشید بالا و پایین ببرید و روی دیوار سر بدهید. تمام مدت تماس بدن با دیوار را حفظ کنید. این حرکت ساده به نظر می‌رسد، اما فوق‌العاده قدرتمند است. سینه را باز می کند، عضلات پشت را تقویت می کند و مشکلات وضعیت بدنی را که واقعاً شما را کوتاه‌تر نشان می دهد، اصلاح می کند. 10 تکرار آرام 2 تا 3 ست در روز. در کمتر از یک هفته احساس می کنید صافتر شده اید و بدون تلاش بلندتر می ایستید. تمرین دوم، گلوت بریج. اگر تمام روز می نشینید، باسن و مفاصل ران سفت می شوند و کمر شما بیش از حد قوس می گیرد و باعث می شود کوتاه‌تر به نظر برسید. این حرکت فوراً آن را اصلاح می کند. روی کمر دراز بکشید، زانوها خم، کف پا روی زمین. سپس باسن را بالا ببرید و همزمان عضلات باسن را سفت کنید. این حرکت عضلات باسن را فعال و راستای ستون فقرات را اصلاح می کند. 10 تا 15 تکرار 2 تا 3 ست. تمرین سوم، کوبرا استرچ. روی شکم دراز بکشید، دستها زیر شانه ها. به آرامی سینه را بالا ببرید و لگن را روی زمین نگه دارید. 2 ثانیه نگه دارید و پایین بیایید. این حرکت ستون فقرات را از فشار آزاد می کند. درست مثل زمانی که فضانوردان در فضا تا 5 سانتی متر بلندتر می شوند. چون جاذبه ستون فقرات را فشرده نمی کند. 8 تا 10 تکرار آرام. تمرین چهارم، دد هنگ. از میله بارفیکس آویزان شوید. بگذارید جاذبه طبیعی ستون فقرات را بکشید. نه تاب بدهید، نه حرکتی انجام دهید. فقط آویزان بمانید. 20 تا 30 ثانیه، چند ست. این یکی از بهترین روش‌ها برای رفع فشردگی ستون فقرات و جلوگیری از کوتاه شدن ناشی از جاذبه است. تمرین پنجم، گربه گاو. روی دست و زانو قرار بگیرید. کمر را مثل گربه گرد کنید. سپس مثل گاو آن را گود کنید. این حرکت ملایم ستون فقرات را انعطاف پذیر و سالم نگه می‌دارد و کمک می‌کند قد و وضعیت بدنتان در طولانی مدت حفظ شود. بهترین بخش ماجرا چیست؟ این روتین 15 دقیقه‌ای فقط باعث نمی‌شود قد بلندتر دیده شوید، بلکه وضعیت بدنیتان را اصلاح می‌کند، عضلات میان تنه را تقویت می‌کند و اعتماد به نفستان را بالا می‌برد. یادتان باشد، این جادو نیست، علم است. شما نمی‌توانید ژنتیک را تغییر دهید، اما می‌توانید تغییر دهید چگونه قدتان را حمل می‌کنید. از امروز شروع کنید، بلندتر بایستید، بهتر حرکت کنید و بگذارید جاذبه برای شما کار کند، نه علیه شما.